پول خود قدرته. حالا ماتریکس میخواد تو ضعیف باشی یا قوی باشی. شروع میکنه به گرفتن قدرتت ازت. پول باعث میشه تو بتونی جابجا بشی، رفاه داشته باشی، 4 ماه سر کار نری، اصلا بشینی خونه فکر کنی ببینی با خودت چندی دنیا چه خبره، من چه کار کنم. وقتی پول نداشته باشی ناخواسته مجبور میشی که در یک لوپ به طور مداوم کار کنی، چون هی کرایه خونه میاد، بعد قبض میاد، بعد فلان میاد، بعد اینا رو پرداخت کنی و پولات هی تموم میشه. حالا چطور کاری میکنن که تو پولاتو از دست بدی؟ با به نظر رسیدن. بزرگترین سلاح ماتریکس بر علیه تو به نظر رسیدنه. تو هزینه میکنی که پولدار به نظر برسی، خوشتیپ به نظر برسی، خوشحال به نظر برسی. تو همین شبکه‌های اجتماعی آدما همیشه دارن تلاش میکنن که خوشبخت و خوشحال به نظر برسن. زوجه رو میبینی تو اینستاگرام یه سری عکس‌ها گذاشتن، میگه اینا خوشبخت ترین آدمای روی زمینن، 4 ماه دیگه طلاق میگیرن. با به نظر رسیدن شما هزینه کارهایی رو میکنید که هیچ برآیند مثبتی نداره. میگم عکساشون به گونه‌ای که شما احساس میکنید اینا به شدت خوشبختن، ولی حاضر نیستن اون پول رو هزینه کنن که قدرت بیشتری به دست بیارن، پاشن برن پیش مشاور. این کارو نمی‌کنم. من میرم مغازه چیکار میکنم؟ اولا اینکه به من یاد داده شده که من با خرید میتونم خوشحال باشم. خرید در من ایجاد دوپامین میکنه، حس خوبی بهم دست میده، احساس میکنم با خرج کردن خوشبخت‌ترم. خب این یه فرهنگیه که به من یاد داده شده. در نهایت میرم چی میخرم؟ میرم چیزایی رو میخرم که به من هیچ کمکی نمیکنه و فقط داره کاری میکنه که من ثروتمند به نظر برسم. میرم این پیراهن رو میخرم و این پیراهن فیکه. در نهایت من توی ذهنم یه تیکی میخوره، خب آدم تو دیگه پولدار شدی، ثروتمند شدی چون این پیراهن رو داری. با پولدار به نظر رسیدن ناخواسته ذهن من برای ثروتمند شدن دیگه تلاش نمیکنه. ببین یه آدم چاق تا مادامی که لباس گشاد بپوشه انگیزه‌ای برای باشگاه رفتن پیدا نمیکنه، کافیه که یه لباس تنگ بپوشه، اون موقع میفهمه که من چقدر چاقم. تا مادامی که لباس گشاد میپوشه چاق به نظر نمیرسه، برای همینم احساس نیاز درش ایجاد نمیشه. با خرید لباسا و اهداف فیک مثل بدلیجات آدما خودشون رو قانع میکنن که ثروتمند شدن و ثروتمند به نظر میرسن، در نهایت هرگز هم تلاش نمیکنن. این لوپ به طور مداوم هر ماه اتفاق میفته. تو حقوقت رو میگیری، بعد میری قاب گوشیت رو عوض میکنی، در حالی که ثروتمندا اصلا واسهشون مهم نیست که قاب گوشی من پشتش پوس شده یا خرابه یا فلانه. این فرهنگ مصرف کننده بودن بین قشر فقیر وسط جامعه، متوسط جامعه خیلی بیشتر از ثروتمند جامعه. ثروتمندا مصرف کننده نیستن، ارائه دهندن. فقیرا و متوسط جامعه تماما مصرف کنندن و آدما اومدن این رو فرهنگی کردن. نه تو ایران، سیستم کپیتالیسم تو خود آمریکا و کانادا هم عین همینه. هر چقدر مصرف کننده ها بیشتر باشن، ماتریکس سلاح بیشتری بر علیه مردم داره. چرا؟ چون داره پولشون رو ازشون میگیره با مصرفگری.